دخترم. السلام علیکم. شما نازمی اپاجان؟ درست می؟ سلام من دستم. خونش کنم. شما نازمی اپاجان؟ درست می؟ یعنی یک سلام کنیم چی؟ شما نازمی؟ درست می؟ نامتون چی؟ دلیر نه؟ یعنی مایدیک؟ شما نازمی؟ کامش داشتید؟ نه فرزند شما ها؟ نامتون چی؟ عزیز جان مالادیس. نامتون چی؟ مالادیس. چند سال شما؟ چند ساله اینو؟ 8 ساله. شما چی؟ اپا جان این تلفن کنیم میمانم شما با همتون نازمی؟ درست می؟ اپا جان شما نازمی؟ رحمت چه؟ خفه شما ما هیچ کس خبر گفتم من نمیبیاد من نمیخواد شرایطم ده ما میشینیم هیچ کی ما خبر نمیگیرد که شما چیز او حال نمیگید هم به ما مجبور شده یک شما به تلفن کردیم که میخواد یکان کس دستگیری کنن ما به یاردم تید برای خودم نه برای فرزندانم گفتم 4 تا فرزندتون 4 تا خودمش گفت شهرتون هست می؟ نیستیم نیست ها؟ دقیق نشید همش نازم میشه انشالله یعنی خانه یعنی خودتون می یا؟ نه من اینجا اجاره میشینم من در آمده بین شرایط خانما چه اجاره ها؟ اجاره میشینیم ما السلام علیکم دوستان عزیز همتون نازمی درست می صحت و سلامت دوستان عزیز یک برادری از ما از شهر مسافر همین در ماه شریف رمضان یک احسان نیت کرده بودن همین احسانشون رو همراهی کردن که اکا فریدون همین یگان عائله های کمیزاد عائله های محتاج باشد برده همین کمی احسان ما برده رسانید و حق خودم و یک دعا گرید همین برای حق عائله برای حق خودمو همین برای کار متیات همین ماه شریف رمضان هم گفته احسان کرده بودن برای ما امروز دوستان عزیز من همین شهر خوجان آمدم یک همین خیلی زمان چه باز یک مراجعت میکنن که یک فریدون شرایطم واز بین یک برو بیاید و از حالم خبر گرفت گفته مراجعت کردم میگفتم من امروز نصیب کرده بود آمدم همین یک برادر زمان طریق احسانشان کم باشتم آوردم ان شاء الله دوستان عزیز کسی که احسان میکند خداوند یک کشف هزار میتیاد خدا خواهد حرکت کنیم احسان کنیم و البته دوستان عزیز چقدر احسان کنیم در همین ماه شریف رمضان همین قدر کمی میکنند برای احسان کردن همین نامر کرده در روی اکران صدا است نامر کرد خودم دوستان عزیز یک سومین دستمون چقدر باشد فرق ندارد دوستان عزیز ما البته حرکت میکنیم باز هم میخریم عائله های کمیزاتی ان شاء الله رفته از سلامتیشو از شرایطش خبر گرفته های گفتم حرکت میکنیم دوستان عزیز من این خانه خودشان نبوده است این خانه یک بار من برای شما یک نشان میدم این خانه من تماشا کنید خیر خانه اجاره این اپا اجاره میشینیم بازی در میخل شرایط زندگی که رامنوسیان من یک بار شرایط زندگی تماشا کنید این شرایط هم نکنید نه زندگی که دونشم درم ببینید در خانه نمیداریم خودش معلوم با ما آب میگذرد آب میگذرد اولی بام زمستان شود من آب میگذرد بچه‌ها که تقارا میمانیم فقیر میمانیم که شرایطمون نبودنش به این بالی بام شیفر رو پرتافتیم که سال باران نگذرد گفته با همون باران سخت شود اگر باران تو میگذرد خیر خدا خواهد همش نازم میشه دقت نشید من بچه‌ها که کلان شده من نست خدا خواهد خب دوستان من همین برادر زمان که احسان شاه داخل من آرد روغن و مکرون تخم خیر برای روزگار مشتری چیزا آوردیم اپا جان چی میگم داخل از خداوند پرسید فقط ان شاء الله روزای نیک خالی در آینده من 3 پسر یک دختر ها یک دختر 3 پسر خداوند این 3 پسر تو میگه داخل روزای نیک میبینید یک دعا کنید کن برای حقمون احسان کردی برادر ما برای حقمون برای حق ما یک دعا کنید کن الهی همون دادگاه کم نشوند خداوند و هم به 2 برابر ماهان تیان چقدر احسان کرده باشن خدا جان الهی به یا به 2 برابر تیان و فرزندان من قطاری ما و شود احسانشان قبول شود حج برای گل حجشان قبول شود و کم بغلا بیاردم دادن دستگیری Əzizlər, qadrdonlar, Özbekçəsi metoduman mana şu oylanı xəbərlərini keldim bir akamiz mana şu musafirdan turib ehson yapgan ekan, şu ehsonlarni yubordilar. Shu bois bugun kelib mana shu oylarni Xo'jand shahridan kelib mana anchadan beri murojaat qiladilar.
Mana hozir ijarada o'tiribdilar, mana ko'riklar. Allohga shukr qilishimiz kerakki, mana shu oila mana shunday sharoitda hozir yashab kelmoqda. Shu ijarani bergan akamizga ham kattakon rahmat aytamizki, shunday mana uyni berib, mana shu oila shu yerda hozir kelishyapti. Azizlar, ehsonni mukofoti ehsondir albatta. Biz yanada harakat qilamiz. Mana shunday Ramazon oyida albatta mana shunday oilalardan albatta oldin xabar olib, qo'limizdan duolarni olishga. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Albatta ehson qilish uchun ekranda turgan nomer o'zimning kartam. Bo'lmasa yanada inshaalloh shunday oilalar xabar olishda davom etamiz. Sog' va omon bo'lasizlar.